سلام دوستان، من ساتورو هستم و خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. امروز قراره که یکی از بهترین و خفن‌ترین سنسایی که تا حالا تو عمرتون دیدین رو خاص کنیم و نشونتون بدیم. من خودم این سیزن این سنس رو خودم چیدم، از جایم نگرفتمش. حالا یه لون ورد فهم واسهتون میریم که نشون بدیم چقدر این سنس خفنه. و در پایان ویدیو هم سنس، هم دی پی آی، هم دکمه تیر، همه این چیزها رو واسهتون نشون میدیم که برید بچینید و عشق کنید. فقط بچه ها توجه داشته باشین که این سنس فقط مخصوص موبایله و من روی پی سی اصلا تستش نکردم، اما روی گوشی خودم خیلی اصلا خوبه. الان نشونتون میدم. ببین بچه باور کنین نیستش اصلا. ایناش پشت بوشه. بیا بخور بیا. خوب بریم ببینیم چی برداشتی. داداش دبل ویک دور برداشتی. حالا عیبی نداره، باز بهتره. میتونم نشونتون بدم که این سنس روی همه گانا قلف سره. نشونتون بدم. نه دیگه نخواد. داداش برو جونتو پر کن، بیا من بزنمت. بچه همونجور که گفتم رو همه گانا کار میکنه. قلف سره. بچه راستی اگه این ویدیو به 100 تا لایک برسه، اصلا 100 تا هم نه، 50 تا لایک برسه، دوباره از این سنسا و از این ویدیو واسه تون میذارم تا برید عشق کنید. حتما میگردم ببینم پی سیشم گیر میارم یا نه. حالا بذار یو ام پیشم واسه تون تست کنم، نشونتون بدم یو ام پیش از همه شون سوستره، از همه شون بهتر میخوره، از همه گانا. ای بابا از دشمنم شانس نه بابا. بیا پایین قشنگ فایتتو بده. بیا پایین با آمد. اون باز ترتیبشو میدم. شلوارشو ترتیب. بچه ها حتما تا آخر ویدیو رو نگاه کنید، چون که من آخر ویدیو هم سنس رو گذاشتم، هم دکمه تی رو گذاشتم، هم دی پی آی رو براتون گذاشتم تا قشنگ دیگه بچینید و دیگه سنستون این همه میس نره. ای بابا اینم بک داد دیگه، چاره ای نیست غیر از این که بک بدید. بک دادم. حالا چند وایسیم ببینیم نتش بر میگرد و چه میشه. من یه چند فاصله ازش میگیرم دوباره جونش پر کنه، تونم واسه تون فول قرمز زیبا بزنم. یه جونتو پر کن دیگه پر شبه بزنیمش. اینم از این. خب حالا دوستان بریم داخل کاستومای جهانی، اونجا هم یه فایتی بدیم و نشونتون بدیم این سنس تو کاستومات چجوری میخوره.
خب بعد از 1 ساعت یه چی رو پیدا کردیم، از پروفایلش هم معلوم بود پلیر اوکیه. دیگه واسه تون نشون بدیم چین سنس چجوری میخوره. خب پینگمونم خیلی عالیه، یعنی اصلا 261 خیلی عالیه. یعنی یه بار ما اومدیم ویدیو بگیریم با پینگمون اینقدر ریده بشه. یه پیام واسه با اول توی کامنت ها ببینید. First blood. Thanks. این کجا فرار شد دیگه؟ سریع نمیاد دیگه. این کاستوم بدیم دیگه ویدیو رو تموم کنیم. بعد این کاستوم سنس رو واسه میذارم. Double kill. این سنس بچه ها رو همه گانا جوابه، چه روی UMP، چه روی Good job. دولول، چه روی دیزل، چه روی وودپچر. حالا همش واسه تون تست میکنم. Resources here. I want it. Thanks. حالا این راندم فقط با وودپچر میزنم. آها یکیش اول کار خورد. First blood. خب هم یار من هم یار اون رفیقمون بک دادن. حالا واسهتون این راند بعدی هم میگیریم یه بک و سنس واسهتون. خب این راندم با دلول میزنیم که بعدش ویدیو رو تموم کنیم. از سنس واسهتون بذارم با DPI و دوچمه تیر. وایستا یه جا تو وایستا یه دقیقه. خوردش. خب یارشم دیگه بچ داده نمیتونه بیاد ریوش بده. خب دیگه بچه ها بریم سنس واسهتون بذاریم. خب دوستان خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو ما رو همراهی کردید و منتظر موندید. حالا این هم سنس 200 0 155 200 اینم از دوچمه تیر که 56. DPI تونم باید 400 باشه. دوستان خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو ما رو همراهی کردید. حتما چنل من رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. همون اول ویدیو گفتم اگه به 50 تا لایک برسه واسهتون از این ویدیوها زیاد میذارم.